صبح گوش سلام عشق، چطورین؟ خوش اومدید به اینجا. من آرش گیم هستم، اینجا کانال آرش گیم. آقا ما برای اولین بار صدای خودمون تو ویدیو گذاشتیم و اولین ویدیو لاینمونه. از این به بعد صدای خودمون تو ویدیو ها میذاریم. آقا اومدیم یه مچ آلکاتراز. حالا اگه هم نتونستیم، ببین چالشه، اگرم نتونستیم تو این مچ بالای 11 تا کیل بگیریم، مچ دوم هم استارت کنیم. تو مچ دوم باید بالای 17 کیل بگیریم. و آره یه اسکین جدیدم گرفتیم آقا. بعد یه کانال تلگرام هم میزنیم، حتما اونجا جوین چین. خب اسم یاره هیتلر دوه برام. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینجا قایم بشیم نبینمون، حالا که گام برداشتیم بریم راش بدیم خارش رو ناز کنیم. بیشتر تخریبون بکنیم. باشه آقا اینجوری باید راش بدیم، نباید بترسیم وقتی میخواییم راش بدیم. تو راش تو بده، حالا یا میخوری یا میزنی، که اگر درست راش بدی میزنی. بعد بچه سعی کنید وقتی میخوایم، مثلا الان انمی اونور منه، میخوام برم راش بدم، یه کاور باید داشته باشیم. که مثلا الان انمی بالا سر اومد، یه کاور میگیرم میام باشم میزنم قشنگ میزنمش. دیدین؟ بعد راشمون رو بدیم، شونو بدیم درستم راش بدیم. چرا توفنگ و گانه اون یارو و نداشتم اسکولا اینجا. اوه دو تا انمی. یا حضرت عباسی حاجی باته فکر کنم، سیرم باته. یا حضرت عباس اینجا بیشتر از من میزن. آرم گیم اوکی. دو تا تیر داریم، تیر بگیر کنه بس کن. 7 تا تیر داشت یارو. اوکی برو بریم. لیتس گو. پینگ اونم که عالیه، عالی. پینگ مگه بهتر از اینم داریم؟ از سر 40 پینگ ما تکون نمیخوره. یا حضرت عباس. نگاه کن این حرکت هم الان نوبانه بود. باید میرفتم یه جایی که قشنگ کسی نتونه منو بزنه. ای حاجی صدا یو وای پشت سر اومد زد. یا ما پشت سر اومد زد. اشکال نداره، الان یه انتقام میگیرم. خب بیشتر اگر پشت سر از جوری میومده به نظر میتونه بزنه. خب بسم الله. آقا من بخوام بلد نیستم کمپ کنم، یعنی واقعا یعنی کمپ کردن رو بلد نیستم. عجله دارم، من اصلا نمیتونم 2 دقیقه سر جا خودم وایسم، باید سریع تو خون رو بخورم. اوه یا حضرت عباس. انمی تو انمی. ای هرون زاده میخواد بره کمپ کنه. یا حضرت عباس. خب اوکی بینیم بالا انمی. اوه خب یه دونه انمی اونجاست. یا قربونه یارم بشم که همیشه جایی که باید میاد. آرمار بزن آرمار بزن. اینجا بی اینجا بی اینجا بی اینجا بی اینجا. یا حضرت عباس. بوریم علیه باده انمی انمی. انمی جیرم میدی.
بابا پینگ عالی بچه. خودی با 6 تا کیل دیگه بگیرم. انمی زیاد نیمد سمت همین دست. پینگ 200 عالی است. انمی هم داریم. ریدم توی زندگی. خیلی صادقانه بگم من ریدم توی این زندگی. اوه ایچه صدا بودم. بابا سلطان بمیر. من سلطان دارم. بیشتر هرون زاده. به امام زمان اگه خود یارم بسته بدن من بدن میاد از این یارا که میچسبن به یارشون تا انمی میاد سمت یارشون اونا میزننش. بدن میاد. یا ای 4 تا کیلو دیگه بگیرم عالی. اوه انمی نمیاد سمت ما. ریدم توی زندگی. یه 2 تا بات حداقل بیاد سمت ما. بات بزنیم یکم بات کشی کنیم. ای یارمونو بزنیم بریم علی آباد. تیا اون سر مپه یار. خب پدر سگ تو بیا برو پیش اسکوبار. وقتی نوبیه بیا برو پیش اسکوبار. یعنی من مجبور نشم بیام اون سر دنیا پیش توی خر نوب سگ. یا حسد بس. برو زون کش نشیم. عالی است. بسم الله چه زونیه. نه اوه بچه ها به که رفتیم و زون کش شدیم. تبریک. برو آها اینجا بایستیم تو زون نباشیم تا یه راه حل پیدا کنیم برای در اومدن از زون. اونجا یه پنجره رو میبینم. یا حضرت عباس. در برو نو ای به که رفتیم. دارم فقط دوباره بیام. ای میشه حالا که دوستان به چه رفتیم. 6 5 4 3 2 1 اومدیم. آخه ولی فقط 4 تا آقا انمی بیاد من بزنمشون تمام. خانوم سگ تا علکی داری میری راش میگی میزنم میزنم. به واژانم خودم زدمش. به واژانم که ندارم خودم زدمش. دوستان یکی زنگ زد. سب کنید بسته بودیم الان بهتون بگم. خب آقا دوستان عزیز همون جوری که بهتون گفتم یکی زنگ زد. اگر دوستان زنگ زد و ریدیم ولی در حین اینکه زنگ زد داشتم حرف میزدم 11 کیلو گرفتم. اوکی 11 کیلو گرفتم. اینیم چه اتفاقی افتاده. خب حالا باید بریم مولتی دوستان. باید بریم مولتی MVP بشیم. حاجی هیتلر رو بریم درخواست داد. حاجی نظرتون چیه با هیتلر رو با یکی بریم درست ببینم کسی قبول میکنه درخواست. هیتلر 2 هم بهش درخواست بدیم. ببینم بچه کسی قبول میکنه. اگه قبول نکرد باید بریم مولتی MVP بشیم. ها چه شد؟ دوله رفاشی زد.
ایسا ببینم فکر کنم دوئل آلکاتراز پپ آلکاتراز هم نیست. چه چیز سمیه هم کن بابا دهن سرویس کن بابا. خب دوستان بریم مولتی MVP بشیم. بسیم اول کسی نمیاد دوئل. ببینیم کسی نمیاد دوئل. خب کسی مثل این که درخواست قبول نمیکنه. مثلا اسکین مولتی رو عوض کنم و همین اسکین جدید بازی کنم. خب اوکی بریم علی آباد دوستان. حاجی ویدیو 15 دقیقه شد الان نکنه یه نیم ساعتی با هم منتظر بمونم تا ویدیو آپلود شه. نمیدانم. برو بریم MVP بشیم. بایستا بریم نه بایستا ایگانه رو عاشقشم حاجی خیلی خفن میزنه. اتشمنت تو خدا روش چیدم. یا حضرت عباس باشه خودم میدونم دارم با باد باز میکنم ولی بعضیشون هم باد نیستن. بعضیشون نوبن باد نیستن. اینجا بیشرف میدونم که عالی خدا رو شکر. خب شاتگان بردارم. کدوم بیشرفی منو زد؟ هیچی داره هدای میباره در میاره واقعا نمیاره چه صافت لجن زاره من. اوه سگم باخ سگش نیاد کارمون بکنه. اوه صدا سگه یه بره تو چوچه بره. ای خدا بچه پامورگی داریم. شد و ما مجبور شدیم از اول ویدیو رو بگیریم و الان باید بریم باید میرفتیم مولتی MVP میشدیم. بریم مولتی MVP بشیم. اگه هم نشدیم باید 10 تا شنا و 30 ثانیه پلانچ بریم. برو بریم ببینم برای من خود دانلود داشتم این شیعنی تو گوشه خوم روش همیشه مپه یا حضرت عباسم چه باگیه درست باگه خدا اینترنت دوباره خراب. بریم علی آباد. خب بایس بس یه دست اومدیم بازی کنیم و دست قبلی اسم یارو هیتلر 2 بود الان اینجا بایس بسه. خدا چه اسماییه. بیا پینگمونم سر خداه. صدا شد صدا نمه یا خدا خود این چه پینگیه. حاجی اگه با این پینگ آقا بچه به خاطر چیزایی که یوتیوب میگه من نمیتونم الان بقیه ویدیو رو بذارم. ایشالله بقیهش تو پارت بعدی این ویدیو. خدا حافظ.